دعوت به روشن شدن. من روزی از مرز مرگ گذشتم، نه برای پایان بلکه برای آغاز دوباره دیدن. در آن سوی خاموشی نوری را دیدم که نه از خورشید می آمد و نه از آسمان، بلکه از درون هر ذره، هر برگ، هر رنگ جاری بود. پدرم را دیدم، سیمرغ را و رنگین کمانی که خود خدا بود. در آن لحظه دانستم که ما از خدا جدا نیستیم، بلکه خدا از ما سخن میگوید، از درون هر تپش و هر نگاه. بازگشتم تا شهادت دهم به این بیداری، تا بگویم هنر راهی است برای دیدن دوباره هستی، اما نه با چشم بلکه با جان. من نمیخواهم دیگران را به تماشا دعوت کنم، بلکه به روشن شدن، به دیدن نوری که در خودشان نهفته است، نوری که من در آن عالم یافتم و هنوز در هر رنگ نقاشیم می درخشد.